یه تست جذاب برات از مبحث حرکت شناسی آوردم که با حل این تست 50% از مشکلات تو مبحث حرکت شتابدار حل میشه. خب روی سوال گفته که شکل روبرو نمودار مکان زمان متحرکی است که با شتاب ثابت حرکت میکند. اگر سرعت متوسط متحرک در 4 ثانیه دوم حرکتش منفی 4 متر بر ثانیه باشد، خب 4 ثانیه دوم حرکت میشه بازه زمانی 4 تا 8 ثانیه و سرعت متوسط در این بازه وی اوریج برابر منفی 4 متر بر ثانیه هست. تونی متوسط رو در این مدت ازمون خواسته. خب وی اوریج فرمولش هست دلتا ایکس تقسیم بر دلتا تی که برابر منفی 4 هست. خب چون دلتا تی مون 4، خب دلتا ایکس مون از اینجا به دست میاد منفی 16 متر. خب اس اوریج رو ازمون خواسته در این بازه زمانی. اس اوریج فرمولش هست ال بر دلتای تی. خب ما اینجا دلتا تی رو داریم ولی ال رو نداریم. برای اینکه ال رو بتونیم پیدا کنیم میایم نمودار مکان زمان رو بررسی میکنیم. تو نمودار مکان زمان اگه دقت کنید هیچ مکانی بهمون نداده، نمیتونیم از روی نمودار مکان زمان ال رو پیدا کنیم. خب میایم از روی نمودار مکان زمان سرعت زمان رسم میکنیم. خب سرعت زمان به این شکل به دست میاد که نقطه اولمون در نمودار مکان زمان شیبش مثبته و وی صفرمون مثبته. در تی مساوی 5 ثانیه وی مون صفره. خب نمودار سرعت زمان رو اگه بخوایم رسم کنیم از یه نقطه مثبت شروع میکنیم. در تی مساوی 5 ثانیه هم محور زمان رو قطع میکنیم. بازه زمانی مد نظرمون از 4 تا 8 ثانیه هست. خب اگه دقت کنیم میتونیم از 4 تا 8 ثانیه دو تا مثلث رسم کنیم به این شکل. خب این کافیه مساحت این دو تا مثلث رو با هم دیگه جمع بکنیم. خب مساحت این دو تا مثلث به این شکل در میاد که بازه زمانی 4 تا 5 ثانیه 1 ثانیه هست و بازه 5 تا 8 3 هست. خب اگه نسبت بنویسیم میشه اینجا تی و اینم میشه 3 تی. خب ارتفاعهاشون به این شکل در میاد که چون اینجا تی هست ارتفاعش میشه وی و ارتفاع اینم میشه 3 وی. خب با استفاده از اینا مساحت ها رو اگه بنویسیم مساحت به این شکل در میاد. خب اینجا میشه اس، اینم میشه 9 اس. مساحت این دو تا مثلث رو پیدا کردیم. میایم برای ال مینویسیم اس به اضافه 9 اس تقسیم بر دلتا تی هم 4 هست. چون اس رو نداریم میایم از روی دلتا ایکس اس رو پیدا میکنیم. دلتا ایکس رو پیدا کرده بودیم منفی 16. خب دلتا ایکس مون میشه اس منهای 9 اس مساوی منفی 16. اس منهای 9 اس هم همون منفی 8 اس است که برابر منفی 16. از اینجا اس مون میشه 2. خب اس رو از اینجا پیدا کردیم میام اینجا جایگذاری میکنیم. خب 2 هست، 2 به اضافه 9 ضرب در 2 تقسیم بر 4. خب 9 ضرب در 2 میشه 18 به اضافه 2 میشه 20. 20 تقسیم بر 4 میشه 5 متر بر ثانیه و گزینه آلفا استودیو، مرکز تخصصی تولید محتوا و تبلیغات آموزشی شهر تبریز.